معین مرسله یعنی صحابه از سند در دیگه خود امام کی روایت کرده مکحول از پیامبر خدا روایت داره بین یه نفر و روی باشه صحابه باشه که نشته این حدیث میگم مرسل مرسل هم از ما قابل احتجاج است شافعی هم حتی ما هم نمیشونیم سه مذهب قابل احتجاج است این همیشه از مکحول نسبت شده است میگه که رسول نوشته آخرش شما درخواست کرده باشید خیلی کتاب مفصل دو شده در اونجا این بحث ریبا بین مسلمان چوی کامل سیاه میشه بعد در آخر همطوری یک جمله خلاصه میکنه که این روز در بین فقهای مذهب احناف شبه اتفاق است که مذهب ابو حنیفه در این مسئله مرجوع قول جمهور راجع میگه خلاصش اگه اینکه بین مسلمان و غیر مسلمان نواسط دو باشن حرام میداره حضرت همین اسلامی و عدالت و غیره ظاهری همون میگه که این قول مکحول میگه این نسبت هم نداده با پیامبر مفتی میز علی اسمه چنو داره علی جمعه فتوش داده سی منه در این مسئله باید ترجیح میتیم از این مورد میگه در دارالکوفه به همه قول امام اعظم عمل کنیم به همه قول از حنفی عمل کنیم تو به شافعی خودمون و حنفی نیست